خوالینگ یک گوشه شهری مونکی بستانی است. در بسیاری از سرچشمه‌های تاریخی از آن ذکر شده است. درباره پیدایش و معنای کلمه خوالینگ در سرچشمه‌های تاریخی و زبانشناسی عقیده‌های گوناگون موجود است. اتیمولوژی این کلمه معنایش دیار آفتابی است. ناحیه خوالینگ یک از ناحیه‌های ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان 23 نوامبر سال 1930 تشکیل یافته است. در حدود ناحیه چند موضع تاریخی یافت شده است که از تاریخ قدیمه داشتن خوالینگ گواهی می‌دهد. مورد ذکر است که ناحیه خوالینگ برای رشد سیاحی مساعد و موافق بوده در آینده می‌تواند یک از مرکزهای مهم سیاحی به حساب رود. باید تذکر داد که خوالینگ و ذخیره‌های بوی سیاحی آن نه فقط دقت سیاحان و تاجران و دانشمندان خارجی را به خود جلب کرده بود، بلکه در زمان سلطنت سلطه منقیطیه بخارا نیز با زیبایی و طبیعت و فرهنگش معلوم و مشهور بود. از این گنجینه طبیعت و تمدن بشری سیاحت دوستان می توانند دیدن نمایند. بسیار بازیگری‌های طبیعی و تاریخی و فرهنگی در این ناحیه دامن گسترده، عالم پرندگان و حیوانات وحشی آن عجیب و در عالم نادرترینند. اگر به تاریخ قدیم و امروزه این دیار نظر افکنیم، معلوم است که موضع کولدره آن در سراسر قلمرو آسیای مرکزی قدیمترین بوده. تاریخ چند هزار ساله حیات آدمی را انعکاس می‌دهد. 20 ایون سال 2023 در ناحیه خوالینگ اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارگاه‌های میوه خشککنی و قنادی جمعیت دارای مسئولیت محدود آب خوالینگ را مورد بهره برداری قرار داده از نمایش محصولات و تکنیک کشاورزی دیدن نمودند. نخست سرور دولت با فعالیت کارگاه میوه خشککنی شناس شده به صفت محصولات نهایی آن بهای بلند دادند. قلب و جان من مهری وطن هست، قسم با نامی و سحری سخن هست. بود ما در وطن با هم برابر، چون نبض احساس میهن در بدن هست. بود ما در وطن با احساس میهن در بدن هست. وطن دارم وطن اجازی من هست، بلند از معجزه تنها وطن هست. وطن دارم وطن اجازی من هست، بلند از معجزه تنها چیزی با منظره باشد وطن را، چی والا کوهش و دشت و دمن هست. مقدس این وطن را هست ناموس، به وصفش حرفی بس نیکو زدن هست. وطن دارم وطن اجازی من هست، بلند از معجزه تنها وطن هست. وطن دارم وطن اجازی من هست، بلند از معجزه تنها وطن هست. به ما میراث مانده از نیاگان مقام است و فلک هست و چکن هست.
نهانی بحر امنش جان فدا باد. کی سوگند از برای او زی من هست.